فرق نداره. برای من باشن اکثر در خونه خسرو کشتماز میکردن. خدمت خسرو کشتماز بجا آوردم. برای من که پدر مادر خسرو کشتماز غنیمت هستن به فکر من. به این سبب. اگر امو زن تو بیاد خونه علایده میخوام. اگر چه گوش نکنه میگیره خونه. حواس داره ارمون داره که مثل انا کلین خدمت کنه. و چه میشه که همه را بر دیگه جو بر. نه او خیلی میشه. وزی خدا را شکر بچه کوی ما خشم خدمت میکنه. کلین کو خدمت میکنه. این ایجا میرم اینجا کار کرده سم دای پرچه میرم چوی با خنو زندگی کنم میرم چوی تیار اوقات تیار او گرفتگی موندگی دست رو ما میشون میرم در روی دسترخوان میشینم او اوقات میخورم و جوگاه کن دختگی میرم گفتی امی چی اودیخ میکنم با که روزی کارشید با میویو اگر خونه پدر مادر خود باشه در خونه پدر مادر خدمت پدر مادر کنم میتونیم در خونه پدر مادر. اگر همسر تو بیاد که خونه علایده میخوام باید اگر همسر حتما باید خدمت падар модар. Одна бывает, и фаза. Ну как же девушка мечтает, чтобы отдельно жить вместе с мужем. Но если у него супруга хорошая, ну можно жить вместе. من سه تا کلین دارم خدا باشکر. کلین ها زیاش جا میگن که عدل نشویم. لیکن پول باشه که نه عدل نکنیم. خانه قیمت. من با وای منم عدل نشوم جدا نه. خیلی کشتمان کتی نمیخوام. میخوام چرا میفهمید ده؟ هیچی وای نداره شما همین امید کردی فرزند توان کدایی کی اگر کلین تونست بیا خدمتش کنه اوایل اسپیس میکنن میگه یک فرزند میکنن نبیرش نگاه میکنن دستانو کلین فرزند توان فرزند دیگری من شما خودتون چی میخواستید؟ میخواستید که علایده زندگی کنید یا بخشتمان؟ بخشتمان تا زندگی کنید. یکم با شوهرتون نگفتید که خونه علایده میخوام. نه برای شوهرم خدمت میکنم